یه دونه اینو داریم، اینم خیلی گوگولیه. ساختمون ما لال شدم. ساختمون ما همه ایرانیه. بعد این صدای موزیک خیلی کمی که تو بک‌گراند میشنوی نه طبقه پایینه. امیدوارم اندازه دستم باشه. نمیدونم اصلا رو چه حسابی این سایزو گرفتم. اینو از اینجا دارم. یه ذره بزرگه ولی خیلی خوشگله. به این خوب میشه. همینجا میذارم بمونه. خب مورد بعدی ایناست. ببین من دقیقاً شاید 7-8 ماهه دنبال گوشواره وای اصلا این شکلی نبود تو عکسش. خیلی زشته حس میکنم. نمیدونم حالا استفاده میکنم ببینم چجوری میشه ولی زیاد خوشم نیومد. یعنی دیدم یه چیز دیگه ای بود وقتی خریدم. و مورد بعدی ایشون این اسم میکنم لوازم آرایشیه. اون چیزی که فکر میکنم نیست اصلا. شیگلم این خیلی خوبه. من واقعا دارم عصبی میشم انقدر با ناخون دارم سعی میکنم اینا رو باز کنم. این سری از یه وسیله کمک بگیرم چون واقعا دارم عصبی میشم. بچه فکر کنم این ویدیو 2 پارت بشه چون نمیخوام حقیقتا سرعتش رو دستکاری کنم دیگه. چون هی میگین چرا انقدر تندش میکنی فلان میکنی بسان میکنی و این داستانا. این پرایمر سبز شیگلمه. اصلا نمیدونم چه فرقی با اون یکی داره. من نسخه کوچیکش رو گرفتم که ببینم چجوریه. اگه خوشم اومد دوباره بخرم. این یه دونه پک. بعد آنباکس بسته بعدی رو تو ویدیو بعدی بهتون میگم. فعلا